دوستان من امروز اومدم برای اولین بار اتومو جرمگیری کنم. یه چیزی دیدم که گفتم با شما در میون بزنم ببینین توی من چی داره در میاد. من این اتو رو تقریبا 3-4 سال خریدم. فقط میخوام ببینین چی داره از تو در میاد. من پارچه مشکی انداختم که بیشتر معلوم شه. خب من الان اینو جرم ریختم توش. خب بخار اتوی من خیلی کم شده بود. من جرمگیری خریدم خارجی مخصوص و ایرانی. یعنی یه چیزی مثل سیمان مایع از توش در میاد. بعد میگیم چرا اتوامون خراب میشه. نکنی کفی تو ببینی، میبینی سفیدکا رو، میبینی چی از توش در اومده. نگاه اینا همه ببینی نکنی چجوری تا میاد بیرونم صفر میشه سریع. اینا همه توی اتوی منه. بعد میگیم چرا اتوامون خراب میشه. حالا من دوباره میزنمش. برای این جرمگیری اتوتون روشن کنیم، بزنید داغ شرشن. وقتی که داغ شد جرمگیری رو داخلش بریزیم، یه ذره باش همینجور هی بزنید دکمه اون تخلیه با فشار قوی و بخار رو که فیش میکنه بزنیم بیاد بیرون. چند بار که این کار کردیم اتو رو برق بکشین، خاموش کنیم، بزنیم با هم آبی که داخلش جرمگیر هست 1-2 ساعت بمونه. اصلا باورم نمیشه همچین چیزی تو اتوی من بوده. ببین اینو میگم مثلا بخارش نمیذاره نشونتون بدم چجوری ازش میاد بیرون. نمیتونم یه جوری الان بخار رو توی من داره درست میشه. دوباره مثلا آبش که میشه مثلا آب برسن. این زیرم میبینین دیگه. این دکمه رو میبینین رو اکثر تو یه دکمه اینجوری داره. این دکمه رو میگیرین نگاه کنین بخار هم داره میزنین. دکمه رو میگیرین نگاه این رو نگاه اینو میگیرم مالان که داره تقریبا تمیز میشه. قشنگ مثل ملات سیمان ازش در میومد. من گفتم چرا اتو من دیگه بخار نمیده. تازه من آب جوشیده میریختم تو. خب من حالا اینو بریم یه همچین چیز بزنیم زیر اتوتون، بزنیم اون تو همینجوری خوش کار کنه چند دقیقه هی خودش خالی کنه اینجوری. الان بزنیم ببینیم چند دقیقه دیگه ببین چه بخاری در از اتو در میاد. باز شد تمام راه های اتو. ببینیم چه حجم بخاری از اتو میاد بیرون. اتو این اصلا دیگه بخار نمیداد. قشنگ باز شد. یعنی این که خالی میگم بزنیم اتو درست میشه اصلا فایده نداره. ها نکنیم این کارو. حتما باید جرمگیر بریزیم. من جرمگیر اتوی پرچوز بس میشه نگاه کنم و یه جرمگیر پودری داشتم که اون جرمگیر دیگه تولید نمیشه. من اون موقع چند روزش گرفته بودم. اگه بسش بعدم براتون میذارم اگه خواستین دیگه ان شاءالله شما بتونید پیدا کنید. ولی میدونم که تولید نمیشه دیگه. خیلی خوبه. بله کامل باز شد.
میبینین سوراخ‌ها رو بازه بازه، ولی کف فوتور میبینین چه سفید شده. اینا همش آهک. آب تهران خیلی آب سنگینیه، دیگه چی نداریم. کاش اون لحظه گل مثل گل ازش میومد بیرون. این چقدر سفته کنده نمیشه کف تو. اینجا ببینید بکنیم مثل ملات میمونه. ببینیم روشا گلی نشسته. مونم باز شد. بله دیگه نداره چیزی، دیگه چیزی ندارن. فقط میزنم خورده میزنم قشنگ مثل ملات از توش میومد بیرون. میبینیم دیگه چی توش نیم. میبینیم سراخ تمیز شده. باید کف فوتور رو دوباره تمیز کنم. ممنون.